انسان مؤمن و انسان مسلمان یک سلاح بسیار قوی و مدرن را در اختیار دارد، سلاحی که در هر جای همراه او هست، در تاریکی ها، در روشنایی ها. سلاحی است که در خانه و در بیرون خانه، در شهر و در بیابان، در هر جای این سلاح همراه شما هست و آن سلاح دعاست. دعا قوی ترین اسلحه و قوی ترین سلاح انسان مؤمن است. گاهی اوقات با خود میگویید که دعا میکنیم، ممکن الله اجابت بکند، ممکن الله اجابت نکند. اصل و علت عدم قبولیت دعا همین تردد است و شک. چون پیامبر من فرموده است ادعوا الله و انتم موقنون علی الاجابه. شما خدا را چنان دعا بکنین که یقین دارین به اجابت. چه معنا؟ یعنی وقتی که دستا را بلند میکنید باور داشته باش که او این دسته ها را خالی بر نمیگرداند، یقین داشته باش که این دسته ها را رب العالمین خالی بر نمیگرداند. تو باید یقینت بر قبولیت دعا بیشتر از یقینی باشد که تو یقین دارید که فردا آفتاب طلوع میکند. بعضی ها میگویند واقعیت این است که بعضی از دعاها پذیرفته نمی شود. بعد قصه میکنن پدر بزرگ ما مریض شده بود دعا کرد قبول نشد، در فلان مشکلی که ما داشتیم ما دعا کردیم قبول نشد. آیا این گپی که ما میزنیم که قبول نشد این صحت دارد؟ عزیزان، علما نوشته کردن که واقعیت این است که این گپ ما و شما صحیح نیست که ما و شما میگوییم که دعا قبول نشد، چون ما قبولیت دعا را دیگه قسم فهمیدیم، در حالی که قبولیت دعا دیگه معنا را دارد. یک مثال را من عرض میکنم. طفلی میآید پیش پدرش میگوید یک 10 افغانی میخوایم. صورت دهی را میشناسد که دهی چه قسم صورت دارد، سوز است، سفید است، سرخ است، او را در ذهن خود دارد نه؟ ولی هزاری را نمیشناسد. ولی این طفل چون خرد است این دهی را میشناسد. میگه پدر جان یک دهی میخوایم. پدر جانش میگوید دهی را چی میکنی؟ بیا هزاری را بگیر. میگه نه من دهی را میخوایم. او بچه خود 10,000 را بگیر. میگه نه من فقط دهی را میخواهم. سبحان الله. ما اطفال هستیم در مقابل داده های رب العالمین. ما یک چیز را میخواهیم اما الله چیزی دیگه ای را در نظر گرفته برای ما. او میخواد چیزی دیگه ای را به ما بدهد بهتر از این چیزی که ما از او درخواست میکنیم. ما همو مثال طفل را داریم، ما دهی را میخواهیم اما او 1000 را در نظر گرفته است برای ما. اما وقتی که دهی به دست ما نرسد میگوید به ما خود دهی نداد، ما خود دعا کردم ولی به ما دهی نداد. باید با او سخن گفت. او صدایت را میشنود، او جایت را میبیند، و از حاجتت خبر دارد و از مشکلاتت خبر دارد که تو چه مشکلات دارید، و حتی صدایت را میشنود، و از درونت خبر دارد که تو با چه مشکلاتی روبرو هستید، و از ظلم و ستمی که به تو روا داده شده است از او هم خبر دارد. فلانی با تو بدی کرده است از این هم خبر دارد، فلانی با تو خوبی نکرده است از این هم خبر دارد. ولی همه چیز را به او سبحانه و تعالی واگذار کن. اگر دعایی در این دنیا پذیرفته نشود بدان که ضایع نمی شود این دعا. الله در عوض این همه دعاهایتان به تو چیزی را در آخرت میدهد که گمان نمی کنید بهتر از آن چیزی که تو درخواست کرده اید. آنچه که الله برای تو میپسندد بهتر از آن است که تو برای خود پسندیده اید. آن چیزی را که الله برای تو اختیار کرده است بهتر از آن چیزی است که تو برای خود اختیار کرده اید. چرا که او بیشتر از تو بر تو رحم دارد، او بیشتر از من و تو بر من و تو رحم دارد. او رحمش از یک مادر هم بیشتر است. تو ایمان باید داشته باشید، تو باید به این باور باشید که رحم الله، شفقت الله از مادر هم بیشتر است، از من هم بر من بیشتر او رحم دارد. او میداند چگونه امورم را تدبیر بکند. در یک اثر آمده است کسانی که در دنیا دعاهایشان قبول نشده است وقتی که ثواب آن را در آخرت میبینند میگویند آرزو میکنند، میگویند ای کاش که در دنیا هیچ دعایشان قبول نمیشد. پیامبر من صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم. هیچ مسلمان دعا نمی کند که در آن دعایش گناه نباشد و قطع صله رحمی نباشد. الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، مگر اینکه یکی از سه چیز را برای او میدهد. اما ان يعجل له دعوته
یا در همین دنیا برایش دعایش را قبول می کند و آن چیزی را که خواستم می دهد. و اما ان یدخرها له فی الاخره، و یا اینکه در آخرت برایش ذخیره می کند. و اما ان یدفع عنه من السوء مثلها، و یا اینکه مانند آن را بدی را از او دور می کند، دفع می کند، پیش روی یک بلا را می گیرد، پیش روی یک مصیبت را می گیرد. وقتی خدا نمیخواد دعایت را بپذیرد، فرصت دعا را هم به تو نمی دهید، چون او میگوید کسی که دستش را بلند بکند مرا حیا میگیرد. الله میگوید که من دستایش را خالی برگردانم. بیا از این فرصت ها بیشتر استفاده کن، بیشتر وقتت را با دعا بگذران. مثلا الان نماز میخوانید، در یک کنج کمکی وقتتان را بیشتر بگذارانید. پروردگار فرض تو را ادا کردم، لبیک گفتم، خواندم، اما هنوز من دارم که با تو نیایش بکنم، هنوز دوست دارم که با تو کمکی راز و نیاز بکنم. پروردگارم معجله ندارم. بمان که خدا تو را در این حالت ببیند. الله تضرع بنده را دوست دارد، الله زاری بنده را دوست دارد. الله این زجه ها و فریادهایی که بنده در نیمه های شب میکشد و آه و فریادی را که میکشد، این الله بسیار دوست دارد. الله میخواهد این زجه های تو را ببیند، الله میخواهد این گریه های تو را ببیند، الله میخواهد اشک های تو را ببیند، الله میخواهد او عجز و عاجزی و تواضعی که در یک کنج نشستید و سرت را پایین گرفتید بسیار با تواضع دعا میکنید، الله میخواهد این را ببیند، چون الله این را دوست دارد. و همه ما شما نیازمندیم، همه ما شما محتاجیم. پس بیاییم به او کسی که حلال مشکلات است، به او کسی که حاجت رواست، به او کسی که مشکل کش است، به او پناه ببریم. کلید تمام چیزها دست او سبحانه و تعالی است. و یک همچنین زمینه را فراهم بکنیم که فرصت را بیابیم برای دعا کردن.